داشتیم از مشهد می‌بریم یه دفعه اومد بعد پیچید جلومون اومد پیچیدون جلو کشیدن یه دونه بابول گرفتم راحت رسیدیم به دست اندازه می‌داشیم اما می‌رفتیم که خیلی سرعت زیاد شد یهو سرعت زیاد شد سلام نمی‌دونم این داره چیکار بکنه ولی دلیل داره همین داشتیم رفتیم یهو اومدم دنده کشتم داشتیم نمی‌رفتیم داشتیم نمی‌رفتیم اصلا کپگیر رکتن کپگیر رکتن آی بام این کپگیر رکتن من ایستادم آقا چیه مگه مگه من چیکار کنم گفتش که هیچی فقط واسه مدرک دست کردم که مدرک رو در آوردم مدرک چیزی میخواد گفت نه من چیزی نمیخوام خواست من جمع کنم من دست کردم چیکار یهو مدرک رو در آوردم گفت این چیه گفتم بیرنگه آقا یه دفعه داشتم گل میاد داشتم میرفتیم میرم چی خدا من کم یهو اومدی جلوتر یهو این چی خدای من اینجا باید گذاشتم خداش بخیر گذاشت خیلی بخیر گذاشت یهو دادم دنده سه دادم دنده چهار این چی میمادم کشیدم من بود یهو ایستاد گیردم ندارم این دنده دادم اون چرا جلوتر کمک برنده من خواب بود گفتم چرا خوابی؟ گفتم چرا خوابی؟ استاپ